انسانیت از زمانهای دور به شکار و صید توجه خاصه ظاهر می نمود که محض توجه انسانیت بود که از زمانهای قدیم تا به امروز در سنگ نوشته ها و همچنین دیوارنگاره هایی که از یادگاری های تاریخی پیدا شده اند صحنه های گوناگون شکار انعکاس یافته است. از جمله در یادگاری مشهوری که در شهر کرمانشاهی ایرانی کنونی واقع است، طاق بوستان، که در دیوارنگاره های آن صحنه های گوناگون شکار و صید به طور برجسته انعکاس شده است و همچنین ما انعکاس صحنه های شکار را در یادگاری های گوناگون منطقه ماوراءالنهر و خراسان از جمله سرزمین پهناور سغدیان در یادگاری های پنجکنت قدیم ما می توانیم ببینیم که در آن صید سگ و از دنبال آهو و همچنین حیوان هایی که از جانب شاهان یعنی موردی میل شاهان قرار داشت در آنجا به یک سبک زیبا انعکاس یافته است و همچنین انعکاس صحنه های شکار را ما در طبقه های نقرگین و طلایی دوره های گوناگون خلق تاجیک بتوانیم مشاهده نماییم. محض انا همین توجه و مهمیت این موضوع بود که در میان دانشمندان شخصیت هایی پیدا شدند که در ردیف دیگر موضوع های مهمی جمعیتی آنها به تصنیف آثار وابسته به این موضوع یعنی موضوع شکار یعنی اقدام نمودند. نسخه‌ای که در دست من قرار دارد نسخه دستنویسی است تحت رقم 12915 در استارخانه ملی نگهداری می شود و آن مجموعه 4 رساله است که موضوع آن شکار هست. مجموعه مذکور رساله اولش با نام جانوران محمد علی قید می شود و این نسخه با خطی شکسته روی کاغذ خاکندی کتابت شده است و در ترقیمه این رساله قید می شود که جمال الدین ابن ظهورالدین کاتب این نسخه را کتابت نموده است سال 1352 مطابق به سال 1934 میلادی. و رساله دومی این نسخه باشد با نام خلاصة الباز هست. متاسفانه مؤلف نام خود را در مقدمه قید نکرده است ولی نام اثر عنوان اثر در آن برجسته قید شده است و در آخر کاتب سلطان اردیف سال 1252 هجری را سال کتابت این نسخه قید میکند که بسیار هم مهم می باشد. اساساً موضوعی که در این دو رساله قید شده است احکامی است مربوط به شکار و همچنین کتاب جانوران از جانب مؤلف محمد علی در قالب 46 باب تصنیف شده است. یعنی او در این 46 باب از آغاز یعنی روند شکار تا انجام آن تا پختن آن و همچنین فضیلت گوشت های حیوان های جداگانه و خصوصیت طبابتی داشتن حیوان ها او بسیار دلیل ها و فکت های جالبی را قید میکند که البته این از بطن فرهنگ و تمدن ملت تاجیک به منشأ میگیرد. قسمت سوم این نسخه باشد مسائل پراکنده هست، یعنی رساله کامل نیست بلکه از جانب کاتب در چند ورق از ورق 104 تا 118 به مسئله های مربوط به شکار از کتاب های گوناگون آورده شده است و مهمیت هنری این قسمت در آن ifade می‌یابد که متن رساله به طور عمودی کتابت شده است به مثل بیاض‌ها و در آخر متن هم باشد ترخیمه را قید میکند و با یک بیت زیبای فارسی متن را به آخر میرساند. قسمتی چهارم باشد قسمتی هست که در آن از جانب کاتب سال 1300 هجری
دعا و اذکاری را با زبان ازبکی و همچنین زبان تاجیکی فارسی می آورد که در اثنای شکار یعنی شکارچیان می توانند از این نیایش ها، از این دعاها به کار برند. نسخه مذکور به غیر از اهمیت سرچشمه‌ای داشتن، باز اهمیت هنری بلند دارد. ما می‌بینیم که از جانب صحاف عبدالمجید سال 1273 هجری مقابله آن با یک سبک زیبا آراسته شده است. از بس که نسخه بسیار هم نازک و خرد هست، در اندازه 13 در 9 سانتی متر، می‌بینیم که او صحاف یعنی سرتورنجی را برجسته با حجم کلان انعکاس کرده است و در داخلش نام خود و سنه ساختی سرتورنج را قید می‌کند و تورنجی مرکزی را باشد به شکل گلی دو پهلو که هر دو پهلوی آن شکوفانه است آورده است و در داخل آن نقش‌های نباتی با یک سبک زیبا انعکاس یافته است. در قسمت آخری آن پیش از آغاز متن حدود 6 ورق اضافی و از آخر آن یعنی یک ورق اضافی آورده شده است که البته این برای کتابت من بعده مسائل پراکنده مربوط به موضوع اثر از جانب صحافان یعنی پیش بینی کرده می شد. در مجموع ما گفته می توانیم که ملت نکونام تاجیک از زمانهای دور تا به این زمان وابسته به موضوعهای گوناگونی که در زمانهای گوناگون، زمانهای مختلف از جمله علمهای مهم ارزیابی میگشتند، آنها توانستند در هر موضوع آثاری را تأسیس نمایند، آثاری را از خود باقی مانند و همچنین این موضوع ها از جانب کاتبان و از جانب صحافان از مد نظر آنها دور نمانده است و تا به امروز باقی ماندن این گونه آثار نشانه بزرگ بودن تمدن ملت فرخنده نام تاجیک است.